این نوار مخصوص برای لایحه کتابخوان آماده می شود. می خواستم با شما درباره فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی صحبت کنم. شاید شما با مفهوم تکنولوژی های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی یا تیک علاقه شناس باشید و به خاطر آسانی نوار ما نیز از مفهوم تیک استفاده خواهیم کرد. تیک تکنولوژی یا تکنولوژی های هست که برای تولید اطلاع و ارسال آن، داد و گرفت آن مساعدت میکند. وقتی ما میگوییم تولید اطلاعات، ما در نظر داریم ساختن هر گونه مطلبی که در آن یگام نمود اطلاع استفاده می شود. چنانچه همین نواری که شما میبینید یک نمود تولید اطلاع است و همین که این نوار با شما طریق اینترنت دسترس شده است، این داد و گرفت اطلاع است. از نقطه نظر فناوری، اطلاع به خودی خود وجود ندارد. آن را یگام خیل تولید کردن لازم. راه‌های گوناگون هست، چنانچه همین دوربین و همین میکروفون که نوار مذکور را ثبت میکند، یا یک متنی که شما میتوانید نویسید، یا مثلا هوش مصنوعی که در جواب به درخواست شما یگام چیزی را، یگام عکس، نوار یا یگام مطلب دیگری را تولید میسازد. خب یک تعریف یگانه تیک وجود ندارد، چون که اگر ما یک تعریف خیلی مشخصی آن را استفاده کنیم، فردا یک فناوری نو با وجود می آید که تعریف دیروزه را الکی کهنه می کند. از طرف دیگر هر یک سازمان یا حتی نفران علاهیده با موافق مقصدهای خود می توانند تعریف های گوناگون را استفاده کنند، اما در همه آنها سه چیز مشخص است: تجهیزات و فناوری ها، شبکه و برنامه یا نرم افزار. به طور دیگر گوییم، تیک مجموعه سخت افزارها، نرم افزارها، شبکه ها و زیرساختارهایی هست که تولید و داد و گرفت اطلاعات را امکان پذیر می کند. در بسیار موردها تیک و آیتی همچون مفهوم های به همدیگر خیلی نزدیک استفاده می شود، حتی همچون سینونیم استفاده می شوند. اما یک فرقیت خیلی نازک هست بین آیتی و تیک. آیتی چیست؟ فناوری های اطلاعاتی، یعنی همه سخت افزار و نرم افزار و زیرساختارهایی که برای تولید و نگهداری و اداره اطلاعات استفاده می شود. اما تیک فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، یعنی با علاوه اون چی آیتی هست، ما امکان داد و گرفت آن را ضمن میکنیم. برای داد و گرفت زیرساختارها یا انفراستراکچور و شبکه های گوناگون میتواند استفاده شود. فناوری های گوناگون از دوره های گوناگون میتواند استفاده شود، چنانچه شبکه های به شما معلومی امروزه اینترنت، بلوتوث، همه شبکه های سیمی و بی سیم، تلفن های موبیلی، همچنین فناوری های کهنه‌تر مثل تلویزیون و رادیو، تلفن های سیمی، حتی تلگراف. امروزها ما حتی فناوری هایی داریم که یک نوع نگاه به آینده هست، یعنی هوش مصنوعی و روبات تکنیک که فناوری های نوترین جهان امروزه رقمی می باشند. تیک چه استفاده ها دارد؟ شما می توانید که هر اطلاع را طریق شبکه دسترس کنید. می توانید که یک مطلب را آماده کنید و آن را با دیگران به اشتراک گذارید. با استفاده از امکانات تیک می توانید در دانشگاه ها و مرکز های دیگری علمی کل جهان تحصیل و آموزش کنید. می توانید از دستاوردهای نوی علم و تکنیک بهره ور شوید، چنانچه الکی تجربه هایی هستند که جراح در یک گوشه دنیا و رباتی که
حرکت های دستی جراح را تکرار میکند در گوشه دیگری دنیا یک جراحی را با موفقانه اجرا کردند. حتی تجربه اجرای چنین جراحی در کیهان نیز بود. البته آنجا یک انسان یا موجود زنده دیگر را جراحی نکردند، اما تجربه نشان داد که ربات مخصوص میتواند در کیهان نیز همان حرکت های جراح را تکرار کند. تیک همچون یک انقلاب نو در صنعت نیز شمرده می شود. چنانچه انقلاب یکم صنعتی با استفاده موتور و مکانیکنانی کارها وابسته بود. انقلاب دوم صنعتی با استفاده برق و استحصال سراسری وابسته بود. انقلاب سوم علیه اختراع و استفاده کامپیوتر برای اتوماتیک کنانی جریان ها و اینک تیک با فناوری های نوترین شبکه ها و روبوتوتکنیک یا هوش مصنوعی همچون انقلاب چهارم صنعتی دانسته می شود. البته رشد تیک بعضی مشکلات را نیز پیش می آورد، چون که فناوری های نو امکانات نو را برای جنایتکاران نیز فراهم می آورد. اما تیک تنها یک ابزار است. چگونه استفاده کردن آن کار انسان است و استفاده نادرست ابزار این کمبود ابزار نیست، بلکه کمبود استفاده برنده آن است. چون که همین یک ابزار را یک جنایتکار میتواند برای کارهای ناشایان استفاده کند، اما صدها نفر دیگر برای آموزش، برای پیشروی، برای بازسازی، برای دستاوردهای نو استفاده میکنند. بنابراین ما باید که به رشد تیک مساعدت کنیم. نظر دیگری نیز هست که تیک به خصوص دستاوردهای آخرین آن مثل هوش مصنوعی و روبوتوتکنیک می توانند که جایهای کاری انسانها را کم کند. یعنی اگر برای یک کار پیشتر یک نفر می توانست که تمام روز را صرف کند، امروز با استفاده از هوش مصنوعی شاید در یک ساعت همان کار را اجرا کرده شود. از طریق فناوری ها اگر نگاه کنیم، گذشتن از چوب گاورانه برای جفت زمین با تراکتور جای کاری جفتگران کهنه را گرفت، اما شغل‌های نو را پیدا کرد، چنانچه مهندسان ماشین ساز، متخصصان استفاده ماشین ها در خواجگی قشلاق و همین راننده تراکتور. تیک نیز امکانهای نو و شغل‌های نو را فراهم می‌آورد. اگر بیننده گرامی می‌خواهد به جهان تیک وارد شود، برنامه سازی، ساختن و استحصال مطلب‌های اطلاعاتی، آموزش و معارف، خواجگی خلق و صناعت، طب و فناوری‌های نو، بخطری یا سایبر سکیوریتی، ساختن و اداره شبکه‌ها، سخت افزارها و نرم افزارها، اینها تنها چند ساحه وسیع هستند که در جهان رقمی وجود دارند و بخشی تیک شمرده می شود.